امروز اولین روزیه که خونه رو تحویل گرفتم، اومدم اینجا که ببینم وضعیت خونه چطوریه. قهوه از خونه‌یه. ببینم وضعیت خونه چطوریه، چون که فردا دقیقاً صبح دوباره اولین مهمونم میادش. ببینیم وضعیت خونه چطوریه. از خونه هم ویدیو نگرفتم، از خونه خودم که داشتم میام اینجا، چون یکی از دوستام گفتش میادش اینجا، گفتش منم باهات میام ببینم چیکارا میکنی، کمک چیزی هم داشتی منم بیام. اومدم به اون برسم که اون الان خوشت رفت دستشویی. من گفتم چه، من ویدیو نگرفتم، شروع کنیم ویدیو رو. خلاصه بریم بالا ببینیم وضعیت خونه چطوریه، یه سری کارا رو بکنیم. یه ذره باید با آدمای مختلف اینجا هماهنگ بکنم که از بعد کنترل این چیزا دست منه، با من هماهنگ بکنم. بریم ببینیم چطوری میگذره. فردا اولین مهمون میادش. ما یه دقیقه اومدیم، اینم سولماس که قبلا دیده بودیم، اومدیم یه دقیقه اینجا رد شیم. این پشتمون اینو میبینین افتاده، دقیقا ما رد شدیم همینجوری پرت شدش. اومدم یه دقیقه واسه مهمونه از ساختمون عکس بگیرم که بدونم جای درست اومده. دقیقا رد شدیم اون پرت شدش، یعنی قشنگ میتونست بزنه ما رو پرت کنه. همه اینجا پشماشون ریخته بودش. خب تقریبا کار خونه رو انجام دادیم، ولی دیدم تا این خونه که اومدیم بریم یکم تیراندازی هم بکنیم. سولماز هم که اومده اولین بارشه، گفتیم ببریمش یه ذره تیراندازی بکنه. یه ذره تفنگای اینجا قبلا تو ویدیوهای قبلی دیدیم دیگه. چون که دفعه اولش اومده داره بهش تفنگ صورتی میده. دفعه پیشم که اومدیم مربیمون همین بودش، با سینا اینا اومدیم. خب سولماز دفعه اولشه داره بهش آموزش میده که چطوری باید بگیره. شستتو پایین نگرده ها. نتیجه نهایی چی شد؟ اوه بابا توی 5 متری ترکون. بعد از 2 سال اومدن تیراندازی کردن، بعدش نبودش، ولی از این بعد چون زیاد میام این سمت، احتمالا هر سری بیام یه سری تیراندازی بکنیم دیگه، یه ذره تمرین کنیم بهتر بشه. مربی گفتش دفعات پیش خیلی بهتر می‌زدی چون زیاد میومدی. کاملا مشخصه که یادت رفته. سولماز هم که مثلا همیشه همینجوری داره خوش کار میکنه اصلا. من عالی بودم چون دفعه اولم بودم. آره شانس نفراتی که دفعه اول میان. دفعه پیش سینا هم کلا شده بود هیتمن، همینطوری سینا میزدش. خب اومدیم توی خونه، وضعیت خونه اوکیه تقریبا، چون از قبل تمیز شده بود. خونه رو تحویل گرفتم، فقط اومدیم یه ذره تخت مختا رو مرتب کردیم. یعنی مرتب بود، این جای پا این مشکیه باید تمیز میشدش، اوناشو انجام دادم و تمام دسترسی این قفل هوشمند و اینجور چیزا باید میومدش دست من که اینا رو هم گرفتم دیگه. خونه آماده است که فردا جدی اولین مهمون میادش. و نکته جالبی که اولین مهمون داشتش این بودش که این مهمون اولی کلا تکستای منو جواب نمیداد، فقط رزرو کرده بود و پولو پرداخت کرده بود. بعد هرچی بهش تکست دادم که آقا تو کی میای، برنامه چیه، کلا جواب نمیدادش. به ایربی زنگ زدم که تازه اونا زنگ زدن، اون تازه جواب داد آره من ساعت 4 میرسم. بابا یه صحبتی چیزی، حالا پولش هم پرداخت کردی، اشتباه برسی اینا، پول از جیب خودت میره. واقعا کف کردم که اصلا جواب نمیدادش. 2 روز من در تلاش بودم که اینو پیداش کنم که بدونم چه ساعتی میادش. حالا تقریبا همه کارا انجام شدش. رفتم همینطوری چون مهمون اولم هستش، امتیاز خوب لازم دارم. یه دونه شمعم گرفتیم تو دستشویی بذاریم. تلاش‌های ویژه مثلا دارم میکنم واسه امتیاز بهتر گرفتن.
فردا مهمون اول از آمریکا میادش، 2 تا هم بچه داره، یه خانواده 4 نفرن. فردا دوباره من باید صبح زود بیام اینجا، یه ذره کولر مولر خونه رو روشن کنم، هوای خونه اوکی بشه، یه آبم واسهشون سفارش بدم. قبلا بهتون گفتم استانبول از این آبای 20 لیتری همه میگیرن، چون آب شیر رو نمیشه خوردش. بعد آب رو بگیرم و منتظر بشم که ساعت 4 اینا بیان. اولی مهمونه، واقعا استرس دارم، ولی امیدوارم همه چی اوکی جلو بره، چون تقریبا همه کارهایی که لازم بوده انجام دادم. با خشکشویی هماهنگ کردم، با تکنیک ساختمون هماهنگ کردم که اگر مشکلی داشتن تکنیک همون دقیقه بیاد حلش بکنه. امیدوارم اتفاق بدی صاف اولی مهمون نیفته و ریویو خوبی بدم. دیگه کم کم برگردیم بریم خونه، کارهای اینجا تموم شده، فردا استرس اصلی. خب الان فکر کن که مسافر اومده، میخوای بهش توضیح بدی. چیکار میخوای بهش بگی؟ یعنی چی میخوای بگی؟ این دره، خیلی ممنون. اینا دکمه است، بهتون کد میدم، میزنید وارد میشید. این مرحله اول. بعد این دکمه رو بزنید در قفل میشه. اوکی. و تکرار میکنید این در خونه است. فکر نکنید با این یکی در یکیه. آها. بعد با اینم میتونید در رو قفل بکنید. میدونید خیلی ها نمیدونن با اون میشه قفل. دقیقاً. بعد میریم در این مرحله. دوستان عزیزان همراهان، اینجا دستشویی خونه است. شاید باور نکنید ولی اینجا دستشوییه. شما میتونید اینجا دستشویی برید، اونجا میتونید دوش بگیرید، واسهتون شامپو هم گذاشتیم. بله. این هم دوشش هستش، میتونید باز بکنید استفاده کنید. این از مرحله دستشویی. خیلی ممنون. شاید نیاز باشه اینا هم توضیح بدیم، مثلا با این یه دونه چراغ روشن میشه، با این یکی دیگه. آره خیلی مهمه. میایم در اینجا، این مانیتوری هستش که اگر از پایین به شما زنگ بزنن، با این مانیتور صفحه رو اینجا میبینید پایین و این دکمه رو بزنید میتونید جواب بدید. و یه ذره مانیتور مشکل داره، ولی باید یه ذره با مهمونا چیز باشیم که آره اینجا نرماله، این دکمه رو که میزنی یه ذره طول میکشه، سری یواشه. در مرحله بعدی میایم اینجا، اتاق مهمون هستش عزیزان. این تخت واسه شما آماده کردیم، خونه واسهتون گذاشتیم. این پنجره رو میتونید باز کنید، از ویو زیبای دریا لذت ببرید. نمیدونم تو دوربین دیده میشه دریا، ولی باور کنید اونجا یه دریایی هستش. به اسم ویو دریا خونه رو چیز کردیم. اینجا تخت هسته، شما میتونید از این کابل استفاده کنید، لپتاپتون رو همینجا با سیم وصل بکنید به اینترنت یا با وای فای وصل بشید. و توی هر اتاق ما کولر و تهویه و فلان و اینجور چیزا داریم که با زدن این دکمه روشن میشه. از این پایین میتونید سرعتش رو بلا 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 از این کارا بکنید، خودتون میدونید. اینجا هم یک عدد از این چیزایی که پات خورد به گوشه ملافه چی نشده. ببینین اینطوریه که امتیاز من قراره بیاد پایین. هنوز نرفتیم بیرون. خب تمیز می‌کنیم. میتونید خرت و پرتاتون رو بذارید. دراور. بله. نمیدونم اسمش چیه، یه آینه یه دراور. بله. حالا شما بیا این ور، بیا این ور، بیا این ور، این ور رو بگیر، جایی که خراب کردی بگیر. نگاه کنید. همین چیزها رو مهمون‌ها ایراد میگیرن. بله کامل. یعنی یه ایراد دیگه هم از توش پیدا میکنه. بیا برو. این اتاق اولمون بودش. بله. به مهمون ها بر اساس تجربه تاکید میکنیم که آقا اینو تحت هیچ شرایطی نکنید. اون چیزه. این چیزه. اینو بکنید خودتون بیچاره میشید. ولی یه مهمون دفعه پیش اینو کنده بود. این چیکار میکنه؟ وصل میشه به در، باعث میشه که مهمون بتونه اون کدو میزنه وارد بشه. یه مهمون اینو کنده بود، گوشیشو زده بود چارج. بله خیلی هم. اون مشکل خودشون اگه نشه. اینجا سالن هستش، شما میتونید بشینید تلویزیون نگاه کنید. کنترل تلویزیون رو داریم اینجا. تلویزیون رو داریم اینجا. ویو نمیدونم چه ویوی داریم، ولی اون تحت وای دریا رو شما میتونید ببینید. دریا رو قشنگ ببینید. در اینجا دریاه، شاید دور باشه ولی معلومه دریا. کشتیاش هم دیده میشه. در مرحله بعدی اینور ما دوباره یه دونه کولر دیگه واسه سالن داریم که میتونید از اینجا روشنش بکنید، عیناً همون یکی. به این دیوار توجه نکنید. این اگر ویدیوهای قدیم منو دنبال کرده باشید قطعاً اونا دنبال نکردن، ولی اینجا یه دونه چیز داشتم بهم گفت لباس چی بپوشم، پروژهش کنسل شد. در اینجا مایکروویو و توستر و چاقو داریم. خواستیم با هم دیگه کتککاری کنید. خطرناکه یوتیوب به چاقو واسه این مدل دست نزن، فقط واسه میوه خوش کردن. جاش کتری برقی داریم، دستگاه قهوه داریم، از این چی بهش میگن فرنچ پرس، از همین مزخرفات داریم.
یخچال یخچال. خالی، اما شما خودتون میتونید پرش کنید. خوشحال میشین یه چیزایی بذارید واسه مهمون بعدی، ما بگیم ما واسه مهمون بعدی. چقدر میزه رو دوست دارم، خیلی باحاله. این یکی هم فریزرمون. فعلا به اونجا نرسیدیم، اون ور نریم. من اینجا ماشین ظرفشویی هستش. بله. من چک نکردم چیز ماشین ظرفشویی دارن، چیز ماشین ظرفشویی ندارن. یه آبم اینجا تازه داریم، روغنم واسهشون گذاشتیم، آردم گذاشتیم. نه چیزای ماشین ظرفشویی داریم چند تا. خب اینجا هم قاشق چنگال و اینا به تعداد نیاز. در اینجا هم انواع و اقسام ظروف رو داریم. بله تکمیل. این یکی هم اقسام ظروف داریم. تازه قهوه هم واسهشون گذاشتیم، میتونن بندازن تو ماشین استفاده کنن. فلفل و نمک و فلان و اینجور چیزا هم داریم. در اینجا هم باید قابلمه مابلمه داشته باشیم. بله. سرویس کامل قابلمه. شما آشپزی می‌خواید بکنید. کامل. خیلی بعد در این نقطه میز غذاخوری خیلی خوشگله. با خانواده میتونید دور این میز بشینید و این پنجره رو ویو رو ببینم. به ویو دریا رو ببینید. زیاد بالا اوه واو. دستم نمیرسه. ویو دریا رو ببینید، قطاری رو ببینید که رد میشه، بنشین و گذر عمر رو ببینید. من اینا رو چطوری میخوام به انگلیسی به یارو بگم؟ کاری نداره که این قطاری که میبینید انگشت من اگه پیدا بشه، بنشین و گذر عمر رو ببین و اون دریای ته هم ببین. و میریم سراغ اتاق بعدی و بالکنشو نگفتی که؟ بالکن خودشون میفهمن. بالکنه یه بالکن داریم، خیلی محدودیت داره. نه با مزه. 2 نفر میتونن برن بشینن. بعد ویو از اینجا رو بذار نشون بدم. به بچه‌ها ویدیو قبلی که من هفته پیش اومده بودم یه سری اون پایین استخر رو نشون بده. استخر جدیده. آقا استخر نبودش، این استخر نبود. یه هفته استخر زده. چطوری استخر با این سرعت زدیم؟ دیگه اینجوری است. این تیکه یه دقیقه بیا این ور. اینجا ما یه دونه چوب داریم، اگر دزد اومدش با این چوبه بیافتیم دنبالش. آقا جدی فکر نکنید از ایناست که پنجره منجره تنید. بله. ولی چوبش هم میتونید مدلی هم استفاده کنید. به هر حال کاربردهای مختلف داره یعنی. چند منظور است. بسیاره. خب برمیگردیم بریم اتاق اصلی رو ببینیم. اتاق اصلی. بفرمایید شما. البته اینجا هم یه کمد داریم که شما میتونید استفاده کنید. داخلش جارو برقی و این ژانگلر بازی ها هست، جای کفش هستش. خوبه دیگه اینجا. میرسیم به اتاق اصلی که اول از همه تابلوی معروف کانال سمپویتک رو میبینید که اینجا مونده که بدونن در چه اتاقی پا میذارن، چه ویدیوهایی در این اتاق گرفته شده. این تابلو ویدیوهاشو قبلا قطعا دیدید. کمدم که اینجا احتمالاً ویدیوهای کمد و مود و اینجور چیزا هم دیدید، ولی واسه مهمونا داریم توضیح میدیم. اینجا کمدی هست شما میتونید لباساتون رو بذارید، شاید باورتون نشه ولی تو کمد لباس میذارن. و آینه هم دارین خودتون رو ببینید. بعدش میایم در این ور دوباره وضعیت خیلی زیبای تخت رو داریم که تیم خراب کنم. تیم ما تلاش کرده این وضعیت رو خیلی پرفکت واسه شما کاری نداره، یه جور دیگه من تا میزنم برات. نگاش کن تو رو خود. یه جور دیگه بشینم به خدا. اینم که توی استریم های قدیم من دیدید. اینم که میز کار دارن، میز کاری که میتونن اینجا بشینن کار کنن. ویو این اتاق هم ببینیم. ویو این اتاق چون خیلی چیز نیستش تو دیوار میبینید. نه خب داره دیگه. بابا اینجا هم دریا داره چی؟ آره بیان بچسبونن خودشونو به شیشه میتونن دریا رو ببینن. نه ویوش هم باحال. اصلا همین برش هم باحاله. منظور نور قشنگ هست توی اتاق. بله. از اون نظر. چیز تبلیغاتی شما بخواید چیز کنین میتونید با این چرت و پرتا تبلیغ کنید، ولی واقعیت قضیه اینه که دیوار نگاه می‌کنید. بله. خب مهمونای عزیز، اینجا هم دوباره کولر رو داریم که شما میتونید از کولر استفاده بکنید. در فصل‌های سرد از بخاری استفاده کنید. و خلاصه این تمام خونه که مهمونهای عزیزمون بتونن بهترین استفاده رو ببرن. و در آینده من این 2 تا شمع رو واسهشون خریده بودم. شمع رو بذارید. ببینیم شمع رو کجا میخوام بذارم.
بله خیلی هم زیبا. چی پیدا کردی باز؟ فهم میگم از این چیزا جلوی مهمونا پیدا نکنم شروع کنم اینطوری که حس کردم. مهمونه فکر کن اوکی باشه تو را. خب دیگه این از خونه جدیدتون برای مدت اقامتتون. مرسی که ما رو واسه اقامت خود مرسی که ما رو واسه اقامت خودتون انتخاب کردین. همین دیگه. خلاصه واقعا امیدوارم، واقعا استرس دارم واسه مهمون اولی. امیدوارم ویدیو خوب بده چون واقعا ویدیو خیلی تاثیر داره توی این قضیه که مهمونای بعدی بیان. ولی الان این مهمونه میادش، این یه هفته میمونه، بعد یه 3-4 روز فاصله است یه مهمون دیگه میادش. اون خیلی ترسناکه که دقیقاً ساعتی که اون میره 24 ساعت، کمتر از 24 ساعت مهمون بعدی میادش. اون مرحله خیلی حساسه که باید خونه رو بشه تمیز کرد، همه کارا رو ردیف کردش. این تیکه ترسناکه. همین دیگه. اوکی نگران نباش. ببینیم مهمونا چیکار میکنن. در مورد شاهکارهای مهمون ها هم بیاین یه تیکه بهتون نشون بدم. این یکی از کارت هایی که به مهمون ها داده شده. کارت سالم بوده. جویدن کارت. قشنگ جویدن چیکار کارت. میکنن جدی با کارت اینجوری میشه؟ خیلی برام جالبه واقعا. خلاصه سواله. دیگه پاشیم برگردیم خونه. فردا دوباره باید بیام اینجا. اوکی. بای بای.